برو برکن دوم توجه بچه رفیق پالکونی از شخصی ریاست و اون رتبت 27 سالگردی تاسیس یابی قشون‌های سرحدی و قبولی سوگندی حربی صف کشیدن سردار ارتش سرحدی پالکونی ایراکو سلام رفیقان سلام رفیق آزادی بازود چهاربینی دانه با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده نخست مراسم سوگند یادکنی سربازان جوان برگزار گردید. نیروهای مرزی جمهوری تاجیکستان که به کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعلق دارند زاده استقلال بوده وظیفه مقدس حفظ خاک مقدس را بر دوش دارند. این قشون‌ها در دوران گیروداری‌های سیاسی مملکت تأسیس داده شده. سهم آنها در برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان بسا ارزشمند است. همه ساله از جانب سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور ژنرال ارتش امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان بهر بهتر گرداندن شرایط بود و باش خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه ولایت‌های سغد و ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان برای افسران زانه‌های استقامتی و قطعه‌های زمین جدا کرده می‌شوند. بیش از 150 دیدبانگاه‌های سرحدی بنیاد و تعمیر گردیده. حال حاضر 200 بنای دیگر مورد تعمیر و از نوسازی قرار دارند. برای دیدبانگاه‌های سرحدی معاصر مستقر در دهات مرزاجان، شیرینجان و پورشنیف غریبشاه شهبازov مبلغ زیاده 7 میلیون سامانی مصرف گردید. قسم می‌خورم قانون اساسی و قانون‌های جمهوری تاجیکستان را قطعی رعایت می‌نمایم. آیین‌نامه‌های حربی امرهای فرماندهان و سرداران را بیچون و چرا اجرا می‌کنم. سربازی با شرف، با انتظام، دلیر و هوشیار باشم. قسم می‌خورم که تا آخر نفس به خلق خود صادق باشم. نیرو و حیات خود را درنگ نداشته وطن را مردانوار و ماخرانه مدافع می‌کنم. همه دشواری و محرومیت‌های خدمت حربی را ثباتکارانه پس سر می‌نمایم. سیر دولتی و حربی را قطعی پنهان می‌دارم. اگر من این قسم تنتنه‌واری خود را شکنم بگذار به جزای سطح قانون و نفرت خلق گرفتار شوم. سربازان یکی پس دیگری عاید صادق بودن به وطن و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند حربی را قبول نمودند. سرباز قطاری کریموف باعث خوشنودی و سرفرازی ما نوازکاران است که ما در روز 27 سالگرد تاسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این روزی که ما روز تاریخی به شمار می‌رود ما قبول سوگند حربی نکردیم و این باعث شرفمندی ماست که ما در صف قشون‌های سرحدی و افتخار است که ما در صف قشون‌های سرحدی ادای خدمت حربی می‌نماییم. از فرصت مناسب استفاده نموده همه سرحدبانان را در سرحدبانان تمام جمهوری را به این روزی عیدشان تبریک تهنیه نموده با آنها سلامتی، خوشبختی و در خدمت پرشرفشان صداقت و سربلندی خواهانم. و تمنیات من برای جوانان این است که آمده در صف قشون‌های سرحدی و دیگر جزو تام‌های جمهوری تاجیکستان خدمت نمایند و وظیفه مهم خود را اجرا نمایند. در چهاربینی پلکوونیک آدینه‌زاده اسمت الله برآمد نموده به افتخار 27مین سالگرد روز سرحدبانان تاجیک همه سربازان افسران قشون‌های سرحدی را تبریک و مبارکباد نمود. افزود که قشون‌های سرحدی سپر با اعتماد وطن مرز و بوم کشور محسوب می‌یابند. صاحب مرز و بوم یا حدود معین شده بودن در قطار ملت، زبان و ارتش یکی از نشانه‌های مهمترین صاحب استقلالی دولت میباشد. گذشته از این امنیت دولت و ملت از سطح حمایه سرحدات آن وابستگی مستقیم دارد. در این روز به سفرخوانده در حیات هر یک سرباز رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضov سربازان افسران را به این روز سعید تبریک و مبارکباد نموده قید داشت. تأسیسیابی قشون‌های سرحدی در تاریخ دولتداری تاجیکان رویداد مهم در امر پایداری دولت و ملت، حفظ امنیت جامعه و حمایه مرز و بوم کشور میباشد. از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان همه شما را با مناسبت
مناسبت 27مین سالگرد تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و قبول سوگند حربی تبریک و مبارکباد نموده به همه شما قومیان مرز بوم وطن صحتمندی، نیروی تازه، خانوادگی و برای را تمنا دارم. حفظ نمودن سرحد دولتی در همه دنیا از امریکا و افریقا و تا آسیا سرگرده این کار آسان نیست. هر دولت مشکلات و پرابلم خود را دارد، ولی حفظ نمودن سرحد مناطقی که کوهستان است، مناطقی که ردیف خیلی دشوار دارد، اقلیم خیلی وسیع دارد، این را فقط فرزندان فرزانه کردن میتوانند. مزاحمت‌های شبانه روزی راهبریت عالی کشور بود امروز این نهاد پایدار گردیده در آن سالهای دشوار سرحدبانان در حفظ سرحد و پیشگیری کردن وارشوی گروه‌های متشکل مسلح جنایی خدمت واقعا تاریخی دارند و از مرکب منطقه و جهان خصوصا افزای دولت اسلامی افغانستان که ام سرحد است عاقبت‌های منفی روند جهانشوی فعال گردیدن گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی ظهور گروه‌های نو جنایتکاری فراملی متحدشوی و مسلح شوی آنها با سلاح و لوازمات جنگی معاصر و در حالت آماده باش تقاضا می‌نمایند که برای حمایت خاک مقدس وطن عزیزمان هر یک سرباز و افسر باننگ و ناموس هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده خدمت را صادقانه با احساس بلند وطنداری و آشتی ناپذیری با عنصرهای بیگانه ادا نماید. من سرباز قطاری اشورف حبیب‌الله عادلجانویچ که این روز به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم. من با فخر میگویم که کسی که میتواند به خدمت بیاید به خدمت مادر وطن این قدر هر یک شهروندی ماست. در چاره‌بینی نمایندگان دیگر مقامات‌های دخلدار برآمد نموده قید نمودند که سربازان شجاع و دلیر به خصوص سرحدبانان در صف پیش حفظ سرحد دولتی و ثبات کامل آرامی ساکنان کشور قرار دارید. باید انتظام قطعی حربی را اساس فعالیت هر روزه خود حسابیده همیشه هوشیار و زیرک و برای حمایت زندگی آسایشته خلقمان دائم آماده باشید و نگذارید که عنصرهای جنایتکار توسط مرز و فضای آرام آسوده و دستاوردهای مردم سربلند تاجیکستان را خللدار سازند. قشون‌های سرحدی یکی از قشون‌های مخصوصی جمهوری به حساب می‌روند که برای حفظ سرحد دولتی روانه کرده شدند. امروزها سرحدبانان تاجیک با یک سربلندی از عهده وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده برآمده ایستادند. همه امروز سپارش‌های سرور دولت حکومت جمهوری تاجیکستان را اید به حفظ حمایت سرحد دولتی، تامین امنیت مردم، تامین امنیت دولت و حکومت اجرا نموده ایستادند. با باوری کامل گفته میتوانیم که سرحدبانان امروز به یکی از نیروهای پرقدرت جمهوری تبدیل یافته از اجرای وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده سربلندانه برآمده میتوانند. تمنیات ما امروز برای تمام خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی این که در این روزی عید کسبیشون که بخشیده با 27مین سالگرد تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی همساله 28 می جشن گرفته می شود. در خدمت پرشرفشان برباری‌ها، تنصیحاتی، عمر دراز و تمام خوشبختی‌ها را تمنا داریم. در جریان چاره‌بینی دانه برای افسران و سربازان از جانب رئیس شهر خاروق میرزانبات علیشیر خدابردی و یک قطار سربازان و افسران افتخارنامه و سپاسنامه‌ها و تحفه‌های خاطروی سپرده برایشان در ادای خدمت مادر وطن بردباری‌ها تمنا نمود. چاره‌بینی کنسرتی اهل فرهنگچیان شهر خاروق انجام بخش منطقی چاره‌بینی گردید.